رئیس جمهور فقید امریکا رابرت جان اف کندی بود که در یک هتلی در کالیفرنیا به ضرب گلوله ها یا گلوله‌ای 2 روز بعدش 24 ساعت بعدش فوت کرد و چند بار اسم ایشون و این چیزها به میان آمده و یه صحبت‌هایی میکنن که امکاناً اوباما هم قربانی باشه که در این راه امکاناً بشه که البته هر جور که الله سبحانه و تعالی خواهد خواست همونطور انجام خواهد شد. بله خیلی ممنون آقای اجلالی، دست شما درد نکنه. امروز من دیگه یه دفعه گفتم آقای اجلالی بدونه که قبلا ایشون آمادگی داشته باشه، گفتم که شما برنامه رو شروع کنید تا من که این کامپیوتر رو ستاپ بکنم یه چند دقیقه طول میکشه. به هر حال ایشون هم زحمت کشیدند و فی‌البداهه یه سری مسائل رو از ذهنشون که حاضر بود گفتن. بله این هفته هم که در خبرها مسئله انتخابات جون دهم رو در منطقه خودمون داریم که بر انتخابات محلی هستش که باید بریم و رای بدیم برای کنگرسمن و کنگرسومنامون. به هر حال روز سه‌شنبه که 2 نفر از منطقه دیستریکت 11 که هم فیرفکس و وینا هستش دارن ران میکنن، آقای کانلی و خانم لزلی بارنی هستن که به هر حال این 2 نفر دارن ران میکنن. آقای کانلی رو فایر فایتر ها یا اداره آتش‌نشانی اندورسش کرده، ولی خانم لزلی رو آقای جیم وب هم که سناتور ما هستش ایشون خانم لزلی رو ایشون حمایت کردن و اندورس کردن. به هر حال در این سه‌شنبه به صندوق های رای اگر دوست داشتید برید رای بدید و به هر حال آقای تام دیویس هم که داره به قول معروف دیگه بازنشسته میشه و بعد دیگه خب یک نفر جایگزین ایشون باشه. به هر حال بنده به نوع خودم میرم رای میدم و احتمالاً به خانم لزلی، چون که آقای جیم وب و من خیلی قبولش دارم، فعلا سناتور ما در منطقه هستش که ایشون لایحه‌ای رو در کنگره آمریکا برد که از بوش میخواد که اگر به ایران بخواد حمله بکنه بعد از کنگره اجازه بگیره و آقای جیم وب با سیاست آقای بوش خیلی مخالفه و از کارهای آقای بوش و جنگ افروزیش خیلی مخالفت می‌ورزه. بنابراین به این دلایل هستش که من هم هر کسی رو آقای جیم وب اندورس میکنه به اون رای خواهم داد. این از این. ولی خب البته خانم لزلی رو ایشون قبلا در ایالت ما هم در کنگره بودن، ولی در ایالت ویرجینیا به عنوان سناتور ویرجینیا و دلیگیت و از این چیزا. به هر حال تجاربی هم دارن ایشون. همچنین در روز 10 جون هم روز کمپین تلفن هست که زنگ میزنن و در اون روز باید زنگ بزنیم و مخالفتمون رو با حمله آمریکا به ایران مطرح بکنیم. تلفن ما هم که 703 876 9753. بفرمایید. آقای شیرازی سلام علیکم. سلام علیکم. من فرمود هستم. یه چند تا مسئله هست اگر جاش هست بگم الان یا میخوای برنامه زنگ بزنم؟ حالا که زنگ زدید بگید، ولی من یه چند تا خبر داشتم ناتمام مونده. بفرمایید. خانومی بود مثل که پرستار بوده توی ارزم به حضورت که ویتنام هم رفته و اومده و ایشون داشت صحبت میکرد به عنوان یکی از کاندیداهای ویرجینیا. من منظور شما
اوباما همونه یا نه، ولی خیلی به نظر خانم خوب و صالحی می اومد تو این انتخاباتی که شما داری صحبت میکنید. انتخابات محلی دیگه خانم لزلی و بعد یه خانم میدل سایز خیلی اون به نظر می اومد خانم صالحیه. بله مسئله دیگه که دنبال اون حرفایی که آقای اجلالی زدن، این آقای اوباما تا روز آخری که خبری نشده بود هیچی نگفت، ولی یه روز آخر نگذاشت نه بعدش راجع به ایران شروع کرد صحبت کردن و ریخت همه چیز رو بیرون. هم بیشتر صحبت کرد. به نظر من مثلا می اومد که یه سری از اون آدم لاویایی که من اسمشون نمیخوام بیارم شما میشناسید بهش گفته بودن یا باید بیاین حرفا رو بزنی یا نمیذاریم رئیس جمهور شی. یه چیزی اصلا خیلی عجیبه. ایشون ما یه جور دیگه فکر میکردیم دربارش، ولی یهو خیلی تند و نمیدونم یه طرف رو فلان اومد همه چی رو ریخت رو به اصطلاح بساط. بله سخنرانیشو امروز میذارم تو آیپک همون کنگره. بله گوش دادیم. بله حالا سخنرانیشو چیزی نگفته بود تا حالا. به نظر میاد یه تعدیش کردن گفتن مگه مثلا میخوای کار را بیفته باید بیا اینو بگی. بعدم مسئله دیگه آقای ایرج دفعه پیش خیلی جالب بود که من برای اولین بار دیدم یک بحثایی کردن که به اصطلاح دیگه جدید بود و من واقعا فکر نمی کردم اینجوری صحبت بکنم و ازشون خواهش میکنم این چیزا رو سیو نکنم واسه روز مبادا، بیان همیشه بحث کنم صحبت کنم بذارید ما مستفیض بشیم از اطلاعات ایشون. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. اگه فرصتی دادیم بعدا همیشه صحبت کنم. خدا. بله آقای ایرج خان همیشه یه چیزایی توی چمدونشون دارن. عرضم حضور شما که بله خانم لزلی و آقای کانلی که دو نفر حالا فعلا برای 10 جون سه‌شنبه انتخابات هست. من فکر کنم خانم لزلی یعنی خیلی ضد جنگ خانم لزلی هم مثل آقای جیمبه، ولی میگن که کانلی هم ضد جنگ هست ولی که زیاد اطلاعی ندارم چه کارایی کرده یا نه، ولی لزلی رو به هر حال آقای جیمبه چون ایشون آقای جیمبه خیلی مخالف جنگ هست و ایشون رو ایندورس کرده، بنابراین بنده فکر کنم به ایشون رای بدم. و در روز 10 جون داشتن میگفتن که روز کمپین تلفن هست به کنگره آمریکا که در رابطه با مخالفتشون با حمله به ایران همه قرار شده روز 10 جون در سراسر آمریکا زنگ بزنن به کنگرسمنای محلیشون یا کنگرس‌وومن هاشون و در اون روز همه زنگ بزنن و بگن که ما موافق گفتگوی بدون قید شرط آمریکا با ایران هستیم و مخالف جنگ. این روز رو روز 10 جون یا سه‌شنبه روز کمپین ایران نامگذاری کردن که سازمان هایی هستن که این کار رو شروع کردن. یکی از سازمان هایی که این کار ابتدایی شروع کرده است نیو ایران پالیسی. نیو ایران پالیسی اگه برید تو وبسایتشون تمام اطلاعاتش هست، newiranpolicy.org که اطلاعات کاملشون اونجا هست و به شما اطلاعات میده که چی بگین و چی کار بکنین و از این حرف. به هر حال وبسایت نیو ایران پالیسی در وبسایت گفتگو tv.com هم هست. اگه که بخواین میتونید لینکشو در گفتگو تیوی که الان برنامه به صورت زنده از اونجا پخش میشه، میتونید در اونجا زیر لینک های نیوز لینکشو پیدا کنید و زنگ بزنید و در اون روز 10 جون روز کمپین ایران رو حمایت بکنید. در خبرهای هفته گذشتم که همجور که آقای فرخ هم گفتن کنگره سالانه کمیته لابی اسرائیل بود که در اینجا کاندیداهای ریاست جمهوری در اونجا رفتن سخنرانی کردن. آقای اوباما بود، مکین بود، هیلاری کلینتون بود و دیگران، خانم کاندریزا رایس و دیگران سخنرانی کردن. در این سخنرانیشون که همشون به ایران حمله کردن و وفاداری خودشون رو نسبت به اسرائیل اعلام کردن
و بین اینها رقابت بود که کدومشون وفاداریش بهتره به اسرائیل و کدومشون بهتر میتونه خدمتگزار اسرائیل باشه. در سخنرانیاشون کاملا این به چشم میخورد که چقدر اینها موس میکردن برای اسرائیل و میگفتن که باید ما با هر شکلی شده این تهدید ایران رو از بین ببریم و ما وفاداریمون به اسرائیل هست و امنیت اسرائیل امنیت آمریکاست و گزینه نظامی همجور رو میز هست و از این صحبت. به هر حال سخنرانیاشون در چندین وبسایت هست. همین وبسایت therealnews.com هم اگه بخواید میتونید تمام سخنرانی‌های آیپک اونجا هست یا خود ipac.org که هر دو تا لینک اینا هم در گفتگو تیوی هست. اگه که بخواید میتونید در گفتگو تیوی برید لینک The Real News و آیپک هر دو تاش هست که میتونید به سخنرانی کاملشون گوش بدید. البته من خلاصه از سخنرانیاشون رو در این ریل نیوز پخش میکنم براتون امروز که کمی به هر حال آشنا بشید اگر که فرصت نبوده که گوش بدید به صحبتاشون. در صحبت‌های بعدی هم که تهدید آقای موفاز بود، تهدید حمله اسرائیل، معاون نخست وزیر اسرائیل به ایران که اینها باز تهدید کردن که حمله به ایران اجتناب ناپذیره و همین صحبت آقای موفاز بود که باعث شد که قیمت نفت $10 یه شب بالا بره و قیمت نفت برسه به $139 شود. به هر حال هر چقدر که این تهدیدها بیشتر میشه قیمت نفت هم یه دفعه بیشتر میشه و $139 رسیده به بشکیش به خاطر یک کلمه حرف آقای موفاز. آقای موفاز هم که ایرانیان اصل در ایران اونجا بزرگ شدن، دنیا آمدن و تهدید حمله به ایران رو که گفتن باعث قیمت افزایش نفت شد. خب اینم بود از این خبرها. خب آقای اجلالی شما داشتم میگفتم بالوداع برنامه رو شروع کردین دیگه، اینجوری کنه دیگه یه دفعه بالوداع. بله دیگه. البته این قیمت نفت که همینطور داره بالا میره ما فکر میکنیم که اگر یک اتفاقاتی در خلیج فارس بخواد بیفته قیمت نفت به $200 یا بلکه هم بیشتر حالا امکان داره برسه. اینه که به تدریج دارن این قیمت رو میبرن بالا که مردم عادت کنن به قیمت بالاتر برای مدت کوتاهی و اگر اتفاقاتی بیفته که فشار افکار عمومی داخلی و دنیا یک کمی کمتر باشه و امیدواریم خیر باشه. شوکشون شد یعنی ضعیفتر شوکش بر دیگه اون ضربش یه ذره نرمتر بشه، فنر زیرش گذاشتن که یه ذره چیزتر بشه و آقای بوش انسان کینه‌توزی هست و در این گذشته‌اش هم ثابت کرده این چیزا رو و تولدش در ماه جولای خواهد بود. حالا این حمله به ایران یا هرچی هست یا قبل از تولد ایشون یا بعد از تولد ایشون امکان داره انجام بشه و یه هدیه‌ای برای ریپابلیکن ها باشه که 4 سال بعدی هم باز ریپابلیکن ها بتونن به کارهاشون ادامه بدن و برای همه مردم دنیا روشن بشه که چطور یک مملکت و یک قوم اینقدر قوی هستن و اینقدر پول دارن و اینقدر نفوذ دارن ولی به مردم بیچاره رحم ندارن و از کشت و کشتار آوایی ندارن. بمبی که میریزن فرق نمیکنه یه نفر رو بکشه 100 نفر رو بکشه. حتی در این کنوانسیون هایی هستش که برای
منع سلاح‌های خوشه‌ای اینها شرکت نمی‌کنند و امضا نمی‌کنند و بزرگترین انبار بمب‌های خوشه‌ای رو اینا دارن که در انگلستان هست و همین انبار پر از این بمب‌ها هست و صحبت از همش این هستش که ما با ایران نمیخوایم صحبت کنیم، بدون شرایط نمیتونه باشه، حتما شرایط باید داشته باشه. من فکر میکنم بعد شرایط ایرانی که اول پولای ما رو پس بدید، اینقدر پولی که دست شما هست 30 سال گذشته میلیاردها دلار پولای ایران در امریکا هست، دست این دولت و این ملت هست، این پولاشون رو پس بدید. ندارم نیستین، یعنی امریکا از همه ثروتمندتر در تمام دنیا، با همین یه شی سنار مردم دنیا رو هم نمیخواد پس بده و این طبل جنگ و طبل حمله و طبل روی میز و زیر میز رو همیشه داره میکوبه. ولی خب از اونجایی که تمام روال دنیا روی حق میچرخه، حق همیشه بر باطل پیروز خواهد بود و این هم نمونه دیگری از اون انشاءالله رحمان. بله، در به قول معروف میگه هرچی میخواد اتفاق بیفته میفته دیگه، چی کارش نمیشه کرد. ولی که ما بالاخره باید سعیمون رو بکنیم که در این بالاخره آمریکایی هم خیلی مخالف این گروه سیاست ها هستن و ما هم به هر حال جز اون آمریکاییایی که مخالف این سیاست های جنگ طلبانه و جنگ افروزانه هستن و اونا هستیم دیگه. عرضم بزرگ شما که البته اسرائیل در یکی از مقامات دفاع اسرائیل که در این آیپک صحبت میکرد، وزیر دفاع سابقشون روز اول صحبت میکرد، میگفت که اسرائیل در طول تاریخش همیشه خودش مجبور شده دیگه آخر خودش همه کار انجام بده، کسی کمکش نکرده، که البته این یه دروغ بزرگی است و همیشه در طول تاریخ اینا رفتن به دولت‌های هر کشوری چسبیدن، همه کاراشون رو انجام دادن. ولی خب این داشت اینطوری میگفت که ما همیشه در طول تاریخ خودمون آخر کار دیگه مجبور شدیم آسین خودمون بزنیم بالا بریم جلو بیفتیم تو جنگ. و ما هم در رابطه با ایران آخر نهایتا ما خودمون مجبور میشیم به ایران حمله بکنیم، چون ایران اینطوری که بوش میاد آمریکا نمیخواد به ایران حمله بکنه و خودمون مجبور میشیم که این چیزو سنگ بزرگ برداریم و در سال دیگه که ما در این جلسه کنگره سالانه هستیم در همین موقع مهمه دیگه، تا اون موقع ما باید تصمیمون رو بگیریم که این عمل رو انجام بدیم. به هر حال صحبت ایشون این بویه میداد که آمریکا نمیخواد با سیاست اسرائیل حمله به ایران هست فعلا پیش بره و احتمالاً اون سیگنال رو به ایران نداده که اینطوری صحبت میکنه. اگر که آمریکا سیگنال حمله رو داده بود این اینجوری صحبت نمیکرد. به هر حال ولی که از اونجایی که اولمارت اومده و از آقای بوش خیلی خواسته که در حال پشتیبانی بکنه از هر کاری که اسرائیل میخواد بکنه یا حمله یا هر چیزی، به هر حال پشت درهای بسته صحبت‌هایی کردن. به هر حال باید ببینیم که چی میشه انشالله. البته خب میدونید که در لبنان امریکا خیلی مشکل داشت و اسرائیل هم خیلی مشکل داره و حزب الله لبنان آماده باش بود و یک تلاش خیلی بزرگی برای ریاست جمهوری یا نخست وزیری لبنان بود که تقریبا 2 هفته پیش این مسئله حل شده و حالا دیگه حزب الله لبنان امکاناً بهانه‌ای نداره که بخواد کاری بکنه. از یه جای دیگه هم با سوریه چرا بهانه نداره؟ زمیناشو که پس نگرفته. خب دیگه بالاخره قدم به قدم یه چیزی دادن، حالا میگن یه چند دقیقه صبر کن تا بعدش چیز میشه. بعدش میاد. بله.
بله دوستان، تلفن ما هم که 703 876 9753 هستش که اگر که خواسته باشید میتونید تماس بگیرید. به هر حال این اخباری که هست خب همش اینجوری که به نظر میرسه همش تهاجم به ایران دیگه. البته میدونید که قبل از اینکه این کارها انجام بشه، حماس در فلسطین و حزب الله لبنان و سوریه، اینا سه گروهی بودن، سه مملکت یا سه قوایی بودن که 100% در حمله اسرائیل به ایران عکس العمل نشون میدن. بله. حالا این سه عکس العمل فعلا شده تقریبا صفر به علت این کارهایی که داره میشه. بله شنونده رو خط داریم، بفرمایید. بله. شما شنیدید که اسرائیل دستور داده به سوریه که با ایران قطع رابطه بکنه و این به نظر میاد که همون سیاست تفرقه بنداز و حکومت کنه. میگه این دوتا رو کم کم بکنم، یکی که آسونتر بشه برنامه. میگه خواستم این مسئله مهمی از قلم نیفته. بله دنبال همین صحبت برادر فرخ هستش که این صحبتی که اسرائیلی ها اومدن با سوریه دارن صحبت میکنن، میگن که ما اون ارتفاعات گولان رو بهتون پس میدیم، شما باید رابطتون رو با ایران قطع کنید یا کارهای دیگه بکنید. البته میدونید که سوریه با امریکا خیلی روابط خوب داره، تمام این افرادی رو که میبردن اونجا شکنجه میدادن و حالا در گوانتانامو بی هستن، اینا یه عده زیادشون در سوریه شکنجه داده شدن و در سوریه از هرشون اعترافاتی گرفته شده. اینا برای امریکا کار کردن. به اضافه این که سوریه هم با امریکا کار میکنه هم با ایران و نمیدونم. بله دیگه. حتی هفته پیش هم آقای محمود عباس ابراز علاقه کرد که با حماس غزه، نوار غزه صحبت بکنه و این هم باز یک اعلان خطری هستش که چطور شده آقای محمود عباس که تا حالا میگفت ما این کار رو نمی کنیم و صحبت نمی کنیم و حماس تروریست هستن، چطور شده که ایکویی ایشون هم داره میگه بله ما باید با اینها صحبت بکنیم و اون جبهه هم میخوان یه ذره خنثی بکنن. تا اینا خنثی بشن اون وقت اسرائیل دستش باز هست که حمله به ایران بکنه و عکس العمل همچنانی از اون سه جبهه اونوری نداشته باشه. البته اینا حسابهاشون هست، البته خب حسابهای خیلی غلط حساب در میاد و باز دوباره ما میگیم حق بر باطل همیشه پیروز است. البته خب این سعیشون رو دارن میکنن که بتونن یک مقدار اونجا نگوشیشن و این چیزها رو، دیپلماسی رو پیش ببرن که به هر حال یا به هر حال بتونن ایران رو بیشتر منزوی بکنن، یا اینه که واقعا قصدشون هست که خب صلح هم بکنن که با به هر حال کشورهای همسایه اسرائیل. ولی که معلوم نیست حالا دقیقا هدفشون چی هست. واقعا دنبال صلح هستن، یعنی که هدفشون منزوی کردن ایرانه که بخوان اونها رو یه جوری همسایه ها رو ساکت بکنن که بتونن ایران رو، قدرت ایران رو بگیرن ازش و نفوذ از این حرفا، یا اینقدر صحبت بکنن که طرف مخاطب که این مردم فلسطین هستن یا بمیرن یا از بین برن یا اصلا خسته بشن، بگن خیلی خوبه با هر چی بگی بله. چقدر آقا نگوشیت چقدر میخواهید بکنید؟ 20 سال 30 سال اینو دارن نگوشیت میکنن، هیچ اثری هیچ چیزی هم نیست. همونطور که کاراشون رو قبلا داشتن ادامه دادن هنوز هم دارن ادامه میدن. 800 تا واحد مسکونی در اون مناطق رسمی دارن میسازن و این خلاف سیاست خارجی امریکا هست، ولی خب دارن انجام میدن. بله من فکر کنم بعد نیست به سخنان آقای اوباما در آیپک صحبتش گوش بدیم. یک چند دقیقه کلیپش هست از وبسایت therealnews.com.
که در این مورد کلیپی حاضر کردن که خلاصه سخنانش رو پخش میکنن. به این گوش بدیم و بعد به بقیه مسائل. At the end of the AIPAC conference on Wednesday, U.S. foreign policy and the geopolitics of the Middle East were drawn into the spotlight. Delivering speeches were all three major presidential candidates, Senator John McCain, Senator Hillary Clinton, and Senator Barack Obama. The Real News senior news analyst Ejaz Ahmed spoke to Bernard Abishai, contributing editor of the Harvard Business Review and author of the recently published book, The Hebrew Republic. In 2004, when President Bush addressed the AIPAC meeting in Washington, he said this great coalition between the United States and Israel is impregnable, and one of the reasons for it is AIPAC. Prime Minister Olmert last year said that AIPAC is the best friend Israel has on the face of the earth, which surprised me a lot because I thought it was the government of the United States that was the best friend Israel had on the face of the earth. This kind of importance that is given to AIPAC by everybody, do you think it's justifiable? Do you think, and if so, what are the sources of this importance and power of AIPAC? Clearly, it is the American government that's the best friend Israel has on the face of the earth, and the reason why AIPAC is accorded this kind of gratitude by the Israeli government is that it's seen as instrumental to maintaining an American commitment to Israel. So the real question, which is the one I think you're implying, is how important is AIPAC really in consolidating this American position? And I think the answer is that it's been very important, but in some sense it's been important because the strategic alliance between Israel and the United States since the Six-Day War really has been very important to America as much as to Israel. Where AIPAC has been, I think, particularly important in recent years, and here I think its influence has been questionable, is in interpreting friendship to Israel as, leaving your hands off the Israeli government and what the Israeli government may be doing. AIPAC has interpreted its role as providing the Israeli government as much room for maneuver as Israelis want. That, particularly on the question of West Bank settlements, has given AIPAC a kind of questionable role in the history of Israeli-American relations. Now, I think that's starting to change. I think AIPAC cannot really change a consensus position within the American administration and the American public at large, for example, on the question of settlements, where I think it's now very obvious to everyone, including the 60% of Israelis who say that they're interested in a two-state solution now, that the settlements have been have been an obstacle to peace. Compare the positions taken by McCain and Obama, and if I can be a bit provocative on this, I did not see much of a difference between Obama's positions and McCain's. In fact, on one or two things, Obama's position seemed to be harder. I think it's fair to say that the McCain and Obama speeches were similar insofar as they both ticked off all of the necessary statements of commitment to Israel's security, and each found ways, as did Hillary Clinton, by the way, each found ways of demonstrating that this commitment comes from the heart and comes from experience and comes from the bones and not something that's being done as a matter of expediency. But I do think that there is a difference of emphasis here. Obama, in calling for a two-state solution, also made clear that he was against the settlements and that this is now part of the American consensus. He also spoke, I thought, very cautiously about Jerusalem as Israel's capital, and he used the term undivided. Now, this is code. All these things are code. When you're trying to say that you expect sovereignty to be Israeli in the whole of Jerusalem, you usually say Jerusalem is
Israel's capital united. When you say undivided, what you really mean is that you have a commitment that a wall will not separate the various parts of the city, but you're not prejudicing in advance the question of where sovereignty will be. And there are many parts of the Israeli government who have been stating recently that they expect the Arab neighborhoods of Jerusalem to be part of a Palestinian state, should we ever get to that point. Let me ask you, the kind of positions that are being enunciated by one speaker after another at AIPAC seems to reflect the more sort of right-wing end of Israeli politics. Or would you say that these positions are very much at the center of Israeli politics? How do these positions play inside Israel? A great many Israelis now are very concerned with Iran, very concerned with whether or not the American government will, in effect, deter Iranian possible nuclear capability, deter whatever Iran may be doing with Hezbollah or Hamas. And I think here we get a difference of emphasis. The Bush position all along has been that deterrence is really America's strong suit, that what America has to do is prove that it has a tremendous power to deter, that it has military capability and will use it in the final analysis. What Obama spent most of his time talking about in the second part of his speech was that we need not just the power to deter, but the power to attract. And that what we need is a diplomatic surge. What you're really suggesting is that, yes, all the candidates are speaking from inside a consensus, but there are also real differences among them, which you can hear in the nuanced language that different people are using. Well, yes, of course, the nuances have to do with whether or not we're going to have a diplomatic surge or whether this is going to be mainly a matter of military threat. I think Obama's making it very clear that he stands for a diplomatic track, but there's only so far he can go outside the consensus of what is the appropriate way to talk to Israelis and what is the appropriate amount of space to give the Israeli leadership, given that, there are states to be won in November, and there are two particularly in which the Jewish vote, Pennsylvania and Florida, may be a factor. On Wednesday, this is the same. How right. Presumptive Democratic candidate for president, Senator Barack Obama. Obama had just clinched his party's presidential nomination when he spoke at AIPAC. He gave a speech so pleasing to his audience that when he finished speaking, he got an applause more thunderous than there had been for McCain on the first day of the conference. Barack Obama has come a long way from those early days of his campaign when he used to speak of the tragic plight of the Palestinians, and Karl Rove called him a man of the far left. Obama now promises to help Israel achieve the goal of two states with secure, recognized, and defensible borders, and a Palestinian state that is contiguous and cohesive. This phrasing is significant because the phrase defensible borders for Israel has long meant that Israel should retain parts of the occupied West Bank
to expand the territory of the State of Israel and thus achieve what it calls defensible borders. On the other hand, everyone knows that the West Bank and Gaza are not contiguous. The subtext of this proposal seems to be that a Palestinian mini state might be created in some parts of the West Bank alone, leaving Gaza to languish in its present condition. Obama then reminds his audience, We must isolate Hamas unless and until they renounce terrorism, recognize Israel's right to exist, and abide by past agreements. There is no room at the negotiating table for terrorist organizations. That is why I opposed holding elections in 2006 with Hamas on the ballot. The Israelis and the Palestinian Authority warned us at the time against holding these elections. But this administration pressed ahead. The result is a Gaza controlled by Hamas. in short, the elections of 2006, which have been certified by everyone as having been free and fair, should not have been held at all, since Hamas was expected to win, which it did. Having been elected by the Palestinians living in the occupied territories, Hamas had then formed a short-lived government, which was then dismissed under Western pressure, with many of its legislators taken prisoner by Israel. Senator Obama's recipe for such situations is simple. If a political party that you don't like is popular enough to win a majority, the best thing is not to allow such a party to participate in elections. Dictators around the world would love this formula. Obama then goes on to say that he would never allow Hamas to be at the negotiating table either. So much for Carter's initiative in talking to Hamas leaders. On 7th May this year, Carter appeared on Jay Leno's Tonight Show and referred to a recent poll published in Haaretz, which showed that 64% of the Israelis were in favor of direct talks with Hamas. Carter's logic is simple. If majority of Palestinians have elected them, and if majority of Israelis want to talk to them, well, talk to them. None of it is good enough for Senator Obama, however. Obama speaks again and again of Syria's sponsorship of terror, alleges that Syria has taken dangerous steps in pursuit of weapons of mass destruction, and justifies recent Israeli bombings within Syrian territory on the pretext that Syria was building a nuclear facility. This allegation was dismissed by the International Atomic Energy Agency. Its chairman, Mr. Al-Baradei, had said at the time that the agency had no such information, and if anyone had any evidence that Syria was running a clandestine nuclear facility, they should have forwarded that information to the IAEA, which is the only competent authority to take action in such matters. None of this distinguishes Obama from positions of the Bush administration itself. Even so, what Barack Obama said in the speech about Palestine or Syria or Lebanon was not half as scary as what he had to say on the question of Iran, which shall be the topic for part 2 of our commentary on Senator Obama's speech at the IPAC. بله دوستان، این هم بود یک کمی از سخنان آقای اوباما. البته کلیپ های زیادی هست، حالا بعد از فرصت شد یک کلیپ دیگه هم بعد میذارم از صحبت هایی که کرد. البته این صحبت ها الان تجزیه تحلیل صحبت ها ایشون بود که از therealnews.com پخش شد، ولی که خود صحبت هاشو پیدا میکنم و اونم پخش میکنم. به هر حال صحبت آقای اوباما خیلی ایشون رو به دست راستی ها بیشتر منتقل کرده که این آقایی هم که صحبت میکرد تحلیل میکرد میگفت که آقای اوباما خیلی به سمت راست و طرفداری از اسرائیل و حتی ایشون جروسلم یا اورشلیم رو گفت که پایتخت اسرائیل باید باشه و به انتخاباتی هم که در سال 2006 برای حماس انجام شد که حماس برنده شد از این حرفا، ایشون میگه من اینو باش مخالفت کرده بودم.
و انتخابات حماس هم قبول نکرده بوده. البته آقای کارتر در اونجا بود در اون انتخابات و انتخابات رو گفته بود که دموکراتیک انجام شده. به هر حال این هم بود از این نقطه صحبتاش در رابطه با مسئله اسرائیل و حماس و از این حرفا که خب دیگه حالا این کار رو داره انجام میده که آیا در لابی اسرائیل براش رأی جمع بشه که بهش رأی بدن و انتخاب بشه، یا اینکه واقعا این سیاست ها رو میخواد دنبال بکنه. به هر حال معلوم نیست، ولی کن صحبتاش به هر حال هرچی هستشون میده که اینا باید خوش خدمتیشون رو به لابی اسرائیل نشون بدن که شانس اینه که انتخاب بشن داشته باشن و نشون بده که چقدر این سیاست مدارای آمریکایی بعد جلوی لابی اسرائیل اول برقصن و وفاداریشون رو عنوان بکنن تا اینکه شانس بیارن انتخاب بشن و نشون میده که واقعا چقدر اینجا تحت کنترل نفوذ اسرائیلی هستش. خب دوستان یک آهنگم بهش گوش بدیم و تا برگردیم. امیدوارم که از این موسیقی که براتون پخش شد خوشتون اومده باشه و
در ادامه صحبت ها امیدواریم که با ما زنگ بزنید، نظراتتون رو به ما بدید، چون اسم این برنامه گفتگو هست و همه میتونید شرکت بکنید، یا از طریق تلفن یا از حضور شخصی خودتون در استودیو. همیشه در باز هست به روی همه و ما خوشحال میشیم که نظرات شما شنوندگان محترم و اونهایی که در تارنما هستن با ما تماس داشته باشید و نظرات خودتون رو بگید. بله دوستان، به هر حال نظری باشه زنگ میزنند ولی یا دو حالت داره آقای اجلالی، یا شنونده نداریم یا اینکه اونایی که داریم اهل زنگ زدن نیستن. از این دو حالت خارج نیست. انشالله خب بالاخره یک چیزی باید باشه، یک اینسنتیو به فارسی چی میشه؟ تشبیه یک چیزی آبلوات داریم؟ نه دیگه باید کیک شیرینی چیزی نداریم که تشبیه بیارن. البته اون تشویق همین هستش که مهربانی میفرمایید و نظرات خودتون رو به ما میگید و بالاخره ما یاد میگیریم دیگه. از هر روزی که میگذره یه چیزی باید انسان یاد بگیره و اضافه کنه به اون بار علم و دانشش. و هفته پیش هم جناب آقای ایرج با ما صحبت کردن و راجع به یه موضوعی که میخواستن یه بحثی بشه، نمیدونم موقعیت مناسب هست که راجع به این چیزی صحبت بکنیم. جناب آقای شیرازی، آقای ایرج رو؟ نه راجع به این که آیا ما از خود اختیاری داریم یا اینکه تمام هرچی هست و نیست به دست اوست، لا اله الا هو. آقا ایرج نمیدونم خونه باشه یا نه، یه موقع میبینیم مسافرت خونه نیست. به هر حال اگر آقا ایرج باشن که بله اون میتونیم به اون صحبت ایشون ادامه بدیم، ولی باید ببینیم هستن اصلا که صحبت بکنید در اون مورد. انشالله خیر باشه. برادر ایرج اگه صدای ما به گوش شما میرسه رو تشریف دارید زنگی بزنید که ببینیم ما میتونیم ادامه صحبت ها با هم صحبت بکنیم انشالله. بحث هفته گذشته که همه چیز تقدیر هست و نوشته شده از قبل، یا اینکه خود آدم هم درش نقشی داره، یه بحثیست که به هر حال بحث خوبی بود. ولی خب حالا اگه خود ایرج آقا باشن ما میتونیم صحبت، اگه نه که بذاریم یه هفته دیگه انشالله خیر باشه. بله خب اینم از اینو دیگه. چه خبر آقای اجلالی در شهر؟ در شهر خبر همین که هر روزی که میگذره ما به این نتیجه میرسیم که به اندازه کافی همه جا هست، همه غذا هست، همه پول هست، همه چیز هست که به همه مردم دنیا برسه. متاسفانه یه عده این وسط دوست دارن مثل این موشایی که پول جمع میکردن تو سوراخ. یه داستانی بودش که موشی بود که تمام چیزای طلا رو میدزدید و روش ملق میزد. یه همچین حالتی هستش که یه عده معدودی انسانهایی که انشالله اونها جزء سیستم هستن، انشالله اینا میخوان یه مقدار بیشتر به عنوان قدرت یا به عنوان حربه‌ای که به بقیه بخوان زور بیان کسب بکنن و انشالله روزی خواهد رسید که تمام مردم دنیا به این نتیجه خواهند رسید که بفرمایید. بله شنونده زنگ زدن. سلام بفرمایید. سلام به آقای شیرازی، همچنان سلام علیکم جناب اجلالی. بله اصلا که اظهار لطف فرمودن نسبت به بنده، همیشون هم آقای فرخ، من سپاسگزارم از لطف و محبت بزرگواری ایشون. عرض کنم که بحث این که آیا خدا به اصطلاح تمام سرنوشت انسان ها رو خدا تعیین میکنه، این یک بحث بسیار بسیار جالبی است و نه تنها حالا، حتی از قرنها پیش بین دانشمندان و فرهیختگان مورد بحث بوده و این همونطور که آقای ایشون اشاره کردن یک بحث بسیار کوچیکی نیست که آدم بتونه در 2 دقیقه 3 دقیقه
به اصطلاح نتیجه بگیره و مطالبی به عرض هموطنان عزیز برسونه که براشون جالب باشه. حتی بحث جالبی است ولی متاسفانه وقت میخواد. اگر ما بپذیریم که یعنی تمام موحدین اونهای یکتاپرستن، مسیحیون، یهودی ها، مسلمان ها و بیشتر ادیان دیگه به اصطلاح معتقدن، یعنی باید معتقد باشه، یعنی غیر از این نمیتونه باشه. وقتی که فردی، انسانی، گروهی، دینی قبول میکنه که خدایی هست، باید قبول کنه که دانا و تواناست خدا. یعنی بدون دانایی و توانایی خدایی نمیتونه وجود داشته باشه. وقتی که ما شرایط زندگی انسان را در قرنها پیش تا به حال مورد توجه قرار بدیم، میبینیم جامعه بشری همیشه با فلاکت و بدبختی روبرو بوده. قحطی، جنگ، نمیدونم جنگ و ستیز بین مسلمان ها، یهودی ها، مسیحی ها همیشه رواج داشته. این وقتی که آدم با دقت، با استدلال و منطق موضوع رو مورد بحث قرار میده، دقت قرار میده، میبینه که با دانایی و توانایی خدا ما که وقتی موحد باشیم نمیتونیم منکر دانایی و توانایی خدا باشیم. ولی این اعمالی که در روی زمین این میلیون ها انسان کشته میشه، این با دانایی و توانایی خدا جور در نمیاد. اگر بگیم که خدا داناست و تواناست و میتونه اینها رو جلوشو بگیره، پس میگیم چرا نگرفته؟ میگیم لابد صلاح در این بوده. یعنی اگر خداوند تبارک و تعالی این کار نمیکرد، یه شرایط دیگه، یه بدبختی دیگه برای بشر به وجود میومد. این با توانایی خدا منافات داره. خدا وقتی میگیم داناست و توانا، اینو دوتا در بغل هم قرار میگیرن. اون چیزی را که ما میگیم که اگر خدا این کار میکرد اینجوری میشد، این به اصطلاح نتیجه قضاوت ما هاست که دانا و توانا نیستیم. و اگر کنن در آینده شرایطی پیش بیاد، من یه خود حالا مناسب باشه، باعث افتخار بنده است که بیام عرایضی را با سروران و بزرگان هموطن عزیزم در میان بذارم در این باره و به اصطلاح مطالب اونها را هم بشنویم و ببینیم آیا واقعا به کجا میریم، کجا هستیم، کجا بودیم. آیا با دانایی و توانایی که به اصطلاح یکتاپرستان اعتقاد دارند، این عدالت دنیا آیا این درسته که خدا هم دانا باشه هم توانا؟ این همه برای بشر، میلیون ها بشر از گشنگی بمیرند، جنگ‌های صلیبی به وجود بیاد، جنگ‌های دیگه به وجود بیاد. و الان من یه مثال خیلی عامیانه بزنم. فرض کنه که آقای شیرازی یک فرد دانا و توانایی است، یه روز بنده رو میفرسته برای هدایت یک ده یا یک شهر، یه روز آقای امیرزاده رو میفرسته و گفته های ما با هم تناقض داره یا نتیجه تناقض نداره، هر دو تا یکیست، ولی نتیجهش این میشه که پیروان بنده که بنده آقای شیرازی فرستاده با پیروان آقای زالی با هم جور در نمیاد، در نتیجه اینا میشن به جون هم. آیا ما میتونیم قبول کنیم که آقای شیرازی دانا و تواناست؟ آیا خدا یه روز عیسی را فرستاده، یه روز موسی را فرستاده، یه روز حضرت محمد را فرستاده، پیروان اینها این همه کشتار کردن، همین روز هم در حال حاضر همدیگه رو میکشن. آیا این با دانایی و توانایی خدا سازگاره؟ یا اونجا تفریح میکنه خدا مثلا به اصطلاح عشق میکنه وقتی میبینه که چندین هزار نفر یهودی به وسیله مسلمان ها به وسیله یهودی ها یا مسیحی ها کشته میشن. آیا خدا میتونه جلوی اینو بگیره؟ وقتی مثلا به فرض یک فرد متأسف میگه نه اگر این اینجوری نمیشد اینجوری میشد، نه این خواست قضاوت شماست، این با در حد دانایی و توانایی شماست. خدایی که ما قبول داریم دانا و تواناست، آیا میتونه اون اشکال برطرف کنه؟ به هر حال بنده در آینده اگر این فرصتی بشه این باعث افتخار بنده هست که عرایض ناقابل خودم رو به عرض سروران گرامی برسونم و بیام اونجا محضره هموطنان عزیز و با هم یه خود بحث کنیم، به گفتگو بپردازیم. خیلی بهتر میشه. بله از وقتی رو بردازید بی اندازه سپاس گذارم. خیلی ممنون، لطفاً بودید. مرسی. من
خواستم عرض کنم خدمت برادر عزیز ایرج، اگر در هر بحثی همیشه یک شرایطی هست که این شرایط اینطوری میشه که یک چیزایی رو قبول میکنن، یک چیزایی رو رد میکنن و پله پله از این صحبت ها پیش میرن. اگر شما قبول دارید الله سبحانه و تعالی دانا و توانا هست، اشکالی پیدا نمی کنید. اشکال جایی پیدا میشه که شما این دانایی و توانایی رو درست برای تعریف نشده. دانا یعنی چی؟ توانا یعنی چی؟ و بعضی وقتا برای ما اشکال پیش میاد که بله ممکنه الله سبحانه و تعالی دانا و توانا باشه، ولی تو این مسئله کشتار صلیبیون یا گرسنگی یا قحطی و امراض مختلف که میاد، امکاناً الله سبحانه و تعالی یا داناییشون ممکنه فرق کرده باشه یا تواناییشون، و این با هم دیگه جور در نمیاد. سلام خدمتتون. خب دوستان، تلفن ما هم که 703 876 9753 هست. شنونده رو روی خط داریم. سلام، صبح شما بخیر. سلام، وقت شما بخیر. من میتونم سوالم بپرسم؟ بفرمایید. من سوالم دو قسمت هستش. یه قسمتش مربوط به بحث شماست که من دوستم رابطه بین تقدیر با دعا رو بدونم و اینکه چه رابطه بین این دوتا وجود داره، و سوال بعدم سوال دوم میپرسم. میخواید الان بپرسین یا بعد همه رو با هم بپرسید؟ سوال دوم مذهبی نیست. معنی نداره. من اطلاعاتم خیلی محدود هست. خدا رو شکر اینو گفتید. در این حقیقتش هست. در این محدودیت اطلاعاتم این هستش که حتی موقعی که شما دست به دعا بلند میکنید، اونم جزء تقلیلی که شما این کار رو بکنید و اون احتیاج یا اون نیاز یا هر چی هست که شما احساس میکنید که دست به دعا بلند کنید، اونم باز جزء تقدیر شماست. چرا الله سبحانه و تعالی میفرمان هر چی دعا بکنید من مستجاب میکنم. پس بنابراین الله قولشو چیز نمیکنه، یعنی قولشو اجرا میکنه. پس تکلیف اختیار انسان چی میشه؟ خب همین صحبت همین هست که اختیار معنیش چی هست، جبر معنیش چی هست. چون اگر شما از خود اختیار دارید که نفس نکشید و زنده بمونید، اون موقع من با شما موافق میشم. ولی شما اگر نفس نکشید بدونید که بعد از این مدت ممکن نباشید، پس اختیاری از خود ندارید برای ادامه، و این ادامه بقای شما به دست الله سبحانه و تعالی است. یک موقعی که وقتش برسه فرق نمیکنه چه جوان باشیم، چه پیر باشیم، چه سالم باشیم، چه مریض باشیم، چه اینور باشیم، چه اونور باشیم، تو هوا، رو زمین، توی دریا، اون موقع که برسه ما از این شرایطی که اینجا هستیم به یه شرایطی جای دیگه منتقل میشیم و ادامه پیدا میکنه. هیچ کس نمیمیره و از این چیز تغییر پیدا میکنه، از این موقعیتی که اینجا هست به این موقعیتی جای دیگه میره. فکر نمی‌کنیم دو تا مقاله جدا، مثلا ما هم به آب احتیاج داریم هم به غذا. این دو تا نمیتونیم بگیم که ما اصلا آب نمیخوریم یا اصلا غذا نخوریم. هر دوش در جای خودش لازمه. بله شما کاملا صحیح میفرمایید. بحث اختیاری هم که شما بهش اشاره میکنیم و بحث تقدیری هم چه رابطه‌ای رو میتونه با هم داشته باشه. کاملا صحیح. منتها اطلاعاتی که من دارم همون که عرض کردم خیلی محدود و کم هست و این اطلاعات رو از خواندن قرآن با اون معلومات خیلی محدود خودم به دست آوردم. وقتی که الله سبحانه و تعالی میفرمان شما رو خلق کردم، به شما روزیتون رو میدم، از این روزی استفاده کنید، بقیه‌اش هم بدید،
برگشت شما به من هست و من رحمان و رحیم هستم. این صحبت در تمام قرآن ادامه پیدا میکنه. خب اون اشاره به علم الهی داره ولی اشاره به بحث تقدیر نیست. یه مقوله دیگه داره کار کنه. بله، بعد در ضمن الله سبحانه و تعالی میفرمان که ما تمام هرچی هست و نیست رو در کتاب لوح محفوظ نوشتیم، پس بنابراین هیچ چیزی بهش اضافه و کم نمیشه. اشاره کردم اون علم الهیه که در مکان و زمان نمیگنجه. خب البته چون الله سبحانه و تعالی زمان نداره، ولی چون ما زمان داریم فکر میکنیم که این همه چیز از پیش تعیین شده است. چون ما زمان داریم فکر میکنیم اختیار داریم. اینجا اونیش هم هست دیگه، میتونه هر دو طرف باشه. انشاءالله خیر باشه. البته میگم این بحث همونطور که برادرمون آقای ایرج هم اشاره فرمودن، این بحثی که از اول بوده تا حالا و بیشتر و بیشتر افرادی که میتونن قرآن رو به هر زبانی که بلدن بردارن بخونن و از الله سبحانه و تعالی بخوان که فهم این قرآن رو بهشون بده، برنامه یواش یواش روشن میشه تا جایی که میبینید حتی اون نیتی هم که شما میخواهید بکنید اون هم باز به خواست الله سبحانه و تعالی است. حتما صحبتتون قبول ندارم. مانعی نداره خواهی صحبت هم این گفتگو به همین هستش که شما میفرمایید ما گوش میکنیم. خواهش میکنم ولی مزام وقتتون نمیشه. همه سوال دوم هم پس دیگه نمیپرسم. نه بپرسید. چرا خانم وقت هست بفرمایید. انشاءالله فرصت بعدی. مانعی نداره. خیلی ممنون. بله، این بحث مذهب اینقدر طولانیه که ساعت آن بشینید تمامی نداره. به هر حال این مسائل مذهبی قرن هاست که صحبت میکنن و تمامی نداره دیگه. به هر حال همه صحبت مذهبی همه صحبت فلسفی هم هست، یعنی همه اینها به همدیگه دوخته شده و ما میدونیم که روی سطح این زمین داریم زندگی میکنیم و یک انتهایی خواهیم داشت و تمام این کنجکاوی ها بر این هست. یک صحبتی میشد که میگفتن چقدر خوبه که انسان با یک علمی بیاد به دنیا و با علم خیلی کمتر از دنیا بره. البته چیز خیلی خوبی نبود، مناسبی نبود که اینو میگفتن. امیدوارم که بله. خب دیگه اینم از اینو بعد ما یه آدم متخصص دعوت بکنیم آقای جوری. اینجوری فایده نداره. متخصص در چی؟ هر کسی برای خودش متخصص هست و نظر خودش رو میگه، ولی اگر نظر خودش رو میگه خب من نمیدونم والا متخصص آقای چی بود؟ آقای موسوی بودن انشاءالله. آقای موسوی که تخصص داره ولی حرفش که این نیست، که حرفش کار مذهبی نیست، ولی خب چرا اطلاعات زیاد داره. باید یه نفری بیاریم که این کاره باشه، باید بریم که یک نفر مثل آقای مثلا نمیدونم سروش، اونم که تو تلویزیون رادیو ما نمیاد تحویل نمیگیره. بله آقای سروش هم خدا انشالله حفظشون کنه، هدایتشون کنه. ایشون که آب پاک میریزه رو دست همه با گفتن این که قرآن وحی الهی نیست و از طریق جبرائیل به حضرت محمد نرسیده و این گفته های حضرت محمده و امیدوارم ایشون تماس بگیرن و اینو به ما بگن که این حرف اینطور نبوده. حرف اینطور نبوده. خب بیچاره گفته براش فتوا قطعش صادر کردن. چی بس گفته. از برابری مثلا ایشون اگه متخصص باشه که از یه زاویه دیگه داره میره و ما همه صحبتمون این هستش که اطلاعاتمون رو از قرآن و کتاب‌های آسمانی به دست آوردیم که جزء تمام این کتاب‌ها قرآن هست، زبور داوود هست، انجیل حضرت عیسی هست، تورات حضرت موسی و صحف ابراهیم. بله. خلاصه آره دیگه هر کسی تا یه حدودی میتونه صحبت بکنه و تا یه حدودی علم خودش هست دیگه، ولی
همه چیز نمیدونن. خب البته زیبایی تمام خلقت این هست که هر کس یه مقدار خیلی کوچیکی یه قسمتی از اون کل رو امکاناً بدونه و اونم خیلی خیلی خوبه اگر حتی اونقدر رو داشته باشی ذره. بله. خب اینم از بحث مذهبی امروز ما. هر روزی باید یه قسمتی از برنامه ما صحبت مذهبی پیش میاد دیگه. ولی که مسائل این منطقه خودمون که همون انتخابات روز سه‌شنبه 10 جون هست که باید در انتخابات شرکت بکنیم و رأی بدیم برای خانم لزلی بارنی و آقای کالنی هستش در دیستریکت 11 که ما هستیم. به هر حال اونم 2 نفر هستن که خانم لزلی رو آقای جیم وب اندورس کرده. جیم وب سناتور ما که ضد جنگ هست و ایشونو اندورس کرده. به هر حال خیلی خوب کمک میکنه به اینکه ایشون انتخاب بشه، چون آقای جیم وب و خیلی به عنوان یک شخصی که باز جلوی بوش میسته و میگه اگه میخوای حمله به ایران بکنی باید اجازه بگیری رو قبول دارن که اندورس کردن ایشون هم خیلی مهمه. و همچنین روز 10 جون هم سه‌شنبه هم روز کمپین ایران، تلفن به کنگرسمن ها که از همه جا به کنگره زنگ میزنن و ابراز مخالفت با حمله به ایران. شنونده رو خدمت بفرمایید. آقای شیرازی، بله اجازه میدین ما یک پرانتزی درباره این بحث قبلی بکنیم؟ بفرمایید. عرضم به حضورتون که همونطور که فرمودید و همه میدونیم این بحث خیلی بزرگه، ولی خب هر دفعه یه مقدار کوچیکیش رو ادامه بدیم شاید باز بهتر از هیچی باشه. من نظرم اینه که اینطور که دانشمندا فهمیدن از عمر این به اصطلاح جهان 12 میلیارد و نیم، یعنی 12 میلیارد و 500 میلیون سال گذشته و همین قدم مونده که به اصطلاح باتری تموم بشه و خاموش بشه و زیادم بحث نمی‌کنن که چرا پیش اومد، چی شد و اولش چی بود و میگن یه بینگ بنگی بوده و مثلا تصادفاً این مسائل پیش اومده. ولی اگه ما انسان ها علیرغم اینکه احتیاج داریم به یک قانون و یک مرامی برای اجتماع و اصلا بزرگ پدر مادر زن شوهر که حساب کتابی باشه، خب اون هست، اون باید باشه. ولی اینکه همه چی رو بخوایم ربط بدیم که درباره‌اش صحبت شد و فکر شد و نمیدونم ما باید قبل از اینکه قدمشون از خونه برداریم مثلا مطالعه کنیم که چجوری قدم برداریم یا هیچ مثلا دخالتی نداریم، این یه مقداری به نظر من زیادبینی بشر نسبت به خودشه. یعنی اگر در کل ماجرا که ما ثابت شده هزارها سال نوری اگه بریم بازم از این ستاره ها و کره ها مثل کره زمین هست، یا مثلا 3 روز که برن میرسن به کره ما ولی برای خورشید مثلا باید سالها راه برن، یا این خورشیدی که ما ببینیم 8 دقیقه تو راست که ما برسه نورش. به این عظمت که نگاه کنیم این انسان همچی چیز بزرگ و مهمی نیست که بخواد فکر کنی که حالا اون به اصطلاح به وجود آورنده این دنیا اینقدر به انسان اهمیت میده یا داده که بخواد بیاد بشینه راجع به همه این مسائل انسان دونه دونه مثلا چیز بکنه فکر کن. یک به اصطلاح پروسسی که در از میلیاردها سال انسان شده اینجوری، پروانه شده اونجوری، موش شده اونجوری، نمیدونم اون فیل آبی شده اونجوری، ماهی شده اونجوری و همینطور که ما مثلا نسل من و شما نسبت به پدر مادرمون یه ذره بهتر شدیم و بیشتر یاد گرفتیم، در سر میلیاردها سال اگه دقت کنیم می‌بینیم خب اینا رو ما همه رو یاد گرفتیم دیگه، کم کم و ازم بخصوص همونطور که به قول ما شمرونی ها میگیم 7 تا حوض پشت سر هست که در سر آب
رو چشمه و آب رودخونه رو سنگ شده 7 حوض که مغز بشر واقعا نمیتونه قبول کنه یا بفهمه که چجوری قطره آب میریزه رو سنگ و این میشه تبدیل به یه حوض میشه که میتونی شیرینی بدی توش. ولی اگه بذاری توی بعد 12 میلیارد سال اون وقت داستان یه چیز دیگه است. بعد انسان دیگه با این 100 سالی که اگه شانس بیاره این وسط باشه یه چیز خیلی کوچیکیه، نباید زیاد اهمیت بده یا فکر کنه که آره همه چی مثلا برای من و این کره زمین هست و بقیه تو کرات و دنیا به خاطر این آفریده شدن. نه، ثابت شده که کراتی هست که 30 تا ماه داره. یعنی یه مقداری مطالعه بکنیم در این چیزایی که دانشمندان روی آسمون ها کشف کردن، یه مقداری نظرمون نه اینکه عوض بشه، یه جور دیگه قضیه رو نگاه کنیم. چون دلیل نداره وقتی که آدم یه چیزی رو قبول داره یه چیز دیگر رو قبول نداشته باشه. اینو فقط باید فهممون بیشتر بشه، ادوکیتمون بیشتر بشه و همیشه تصور کنیم این چیزی که ما میگیم درسته و اون چیزی هم که یکی دیگه میگه اونم میتونه درست باشه. از هر دو دید قضیه رو نگاه بکنیم ببینیم چی میشه اگه اونجوری بود یا اگر اینجوری بود. یعنی خط نکشیم رو عقیده یکی بگیم نه همین این که من میگم درسته، غیر از اینم وجود نداره. خیلی ممنون. بله خیلی ممنون. بله خب دیگه اینا یه جوری طرز فکر دیگه، هر کسی میگه من درست میگم و همینه که هست. خب از مسائل مذهبی هم خود بخوایم بحث کنیم که واقعا تمامی نداره دیگه. مذهب ببین از اون چندین هزار سال مذهب بوده، از اون 7000 سال 10,000 سال معلوم نیست چندین هزار این آدم ها اومدن و هر کسی یه چیزی گفته و یه سری هم خب اون زمان ها که همه سواددار نبودن که کسی سوادی نداشت که یه نفر یه چیزی میگفت همه میگفتن درست میگه، خوش باور و زود باور و ساده لو بودن. همینطوری اینا در اون زمانهای ترقی کرد و پیشرفت کرد و اونا از قبلی ها یه سری چیزا رو یاد گرفتن و کار خودشون کاملتر کردن و همینطوری هم خب با این مذهب اینا حکومت میکردن و کسایی که مذهب رو در دست داشتن حکومتگر هم بودن و حاکم شهر بودن، حکومت میکردن و مثل پادشاه شهر بودن. بالاخره اینها هم یک برای خودشون یک موقعیتی رو ایجاد میکردن که مردم اونها رو به عنوان حاکم شهر و همه کاره شهر قبول میکردن و همینه که خب اینا به اون شکل به یک بالاخره زندگیشون رو از اون طریق میگذراندن با داشتن یک توده مردم پشت سر خودشون. خب مردم را هم در اون زمانهای سخت همراهی میکردن، کمک میکردن، چون همین مذاهب بودن که مردم رو به دور هم جمع میکردن و در سختی ها اینا با هم به صورت گروهی مشکلاتشون حل میکردن به جایی که بخوان به صورت انفرادی باشن. یعنی خب یک مزایای زیادی هم داشته براشون، مثل در جاهایی هم که مذهب نبوده اینا ایلاتی بودن و ایلا اینا همون حالت اونو داشتن ولی به صورت مذهبی نبوده، به صورت گروهی اینا ایلاتی بودن و کار میکردن، زندگی میکردن و با این گروهی کار کردنشون دوران سخت تاریخی رو پشت سر گذاشتن. ولی خب دیگه هرچی که انسان ها به دنیای عصر جدید و عصر مدرن‌تر و اصل عقلگرایی و این چیزا وارد شدن، هی اون افرادی که فقط از روی بدون علم و بدون سند و همینجوری صحبت میکردن اونها دیگه جایگاهشون کم کم از بین رفت و الان هم بعضی اوقات در گوشی کنارهای آدمایی میان که اونجوری صحبت میکنن، مثل در همین آمریکا دیوید کوروش اومد که صحبت کرد که از همون میگفت من نمیدونم از طرف جیزس و اینا هستم و مسیح و اینا رو، ولی مردم رفتن اف بی آی رفت یه بام انداخت تو خونش آتش زد رفت. هیچ همچین از طرف مسیح هم نبود. ولی خب در اون زمان قدیم اینطوری نبود، مردم ساده لو بودن، باور میکردن و اینا یه سری خرافات و باورهایی است که در ذهن مردم همینطوری جا انداخت خودشون.
ولی با علم و با به اصطلاح عقلانیت اینا هیچ گونه سازگاری نداره و همش ساخته دست انسان. به هر حال ولی یه دست هم قبول دارن، اینو دوست دارن دنبال بکنن، اونم آزادن و هیچ گونه مشکلی نیست. بالاخره خودشون هر کسی آزادی اندیشه فکر خودش داره. به هر حال ولی هیچ هم لازم نیست که حالا که بخوان با اینا ستیز بکنن و بگن که خب اینا دارن مثلا خرافات و ترویج میکنن و مسائل عقلانی نیست و اینا. اونا هم بالاخره خودشون یه روزی کم کم به این خواهند رسید که به هر حال یا میرسن یا نمیرسن که کاری که دارن میکنن، فکری دارن، اندیشه که دارن، اندیشه ساخته دست بشر و هیچ گونه وحی در کار نیست، این همش ساختگی است. ولی به هر حال این هم یک خواسته ای هست که دوست دارن دنبالش باشن. به هر حال مذهب هم یه سری خواص خودش داره و یه سری به هر حال به انسان ها کمک کرده در طول تاریخ که یه سری گناهات انجام ندن. اون موقعی که قانونی نبوده، پلیس نبوده، دادگاه نبوده، زندان نبوده، همین افکار مذهبی این افراد رو از گناه کردن یا دزدی یا قتل یا هر کار دیگه جلوگیری کردن با همین گونه مظاهر و همین مورالتی به قول معروف که اینا میگن یا مسائلی که باعث شده که دیگه انسان ها کمتر دنبال خلاف برن. در هست همون خلاف ها رو اسمش گذاشتن گناه یا همون اعتقادات بوده دیگه، وگرنه اعتقادات نبود که شاید الان انسان ها به این جام نرسیده بودن، یعنی تا این مرحله پیش نرفته بودن علاوه تمدن، چون که همین مذاهب باعث شده که به انسان ها بگه که این کار خلاف، این کار درست نیست و این کارها رو انجام ندادن و کارهای درست‌تر انجام دادن که تونستن تا این مرحله پیش بیان، تا این مرحله تمدن. و شاید خب این مذهب نبود، انسان‌ها شاید تا حالا همدیگر هم همه از بین برده بودن، چون که انسان‌ها وحشی بودن و همین خوی قانون جنگل که همه رو از بین ببریم برای بقای خودمون، شاید اگر که مذهب نبود اون قانون جنگل بیشتر ترویج پیدا کرده بود در جامعه. در حال ولی خب دیگه بحث مذهب میگم زیاده، بخوایم ادامه بدیم خیلی طولانی خواهد بود. خب یک موسیقی دیگه هم گوش بدیم و کم کم دیگه بریم خونمون و به هر حال ببینیم چه خبره. با تو حکایتی دیگر این دل ما به سر کند، شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند. باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود، از گذر سینه ما یار دیگر گذر کند. بسی شنیدم از دل درد کشیدم،
کور شوم جز تو اگر زمزمه ای دگر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی. توبه نمی کند پسر، مرگ مگر اثر کند. مجرم آزاده منم، تن به جزا داده منم. قاضی درگاه تویی، حکم سحرگاه تویی. قاضی درگاه تویی، حکم سحرگاه تویی. این دل ما به سر کند، شب سیاه قصه رو هوای تو سهر کند. باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود، از گذر سینه ما یورد کرد و زمان. شکر بسی شنیدم، از دل درد کشیدم، کور شوم جز تو اگر زمزمه ای دگر کنم. مقصد و مقصودم تویی، عشقم و معبودم تویی. از تو نظر نمی کنم، سایه مگر سفر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی. توبه نمی کند اثر، مرگ مگر اثر کند. این دل ما به سر کند، شب سیاه قصه رو هوای تو سهر کند. باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود، از گذر سینه ما یورد کرد. شکر بسی شنیدم، از دل درد کشیدم، کور شوم جز تو اگر زمزمه ای دگر کنم. مقصد و مقصود
بودم تویی، عشقم و معبودم تویی، از تو نظر نمی کنم سایه مگر سفر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی، تو بنمی کند از سر مرگ مگر اثر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی، تو بنمی کند اثر مرگ مگر اثر کند. خب اینو باید روشن کنید یا بده کنم میکروفونی روشن. خب امیدوارم از این موسیقی هم لذت برده باشید و ما به انتهای برنامه داریم میرسیم و آقای شیرازی ما رو مأمور کردن که خداحافظی هم رو بخوریم و انشالله موقعیتی باشه باز دوباره هفته دیگه خدمتتون باشیم و تلفن هایی که از طرف شما به ما میشه اینجا ما رو تشویق میکنه و امیدوارم که اون افرادی که دارن گوش میکنن بتونن با ما تماس بگیرن و صحبت بکنن و این برنامه گفتگو هست. فقط گفتگوی ما نباشه، شما هم شریک هستید در این زمان، در این مکان. با بودن شما این برنامه پیش میره، با نبودن شما این برنامه زیاد تعریفی نخواهد داشت. به ما اطلاع بدید، بیایید اینجا، محلش معلوم هست، در مریفیلد ویرجینیا، تشریف بیارید. صندلی داریم، چند تا دیگه هم اضافه میکنیم، حضورا صحبت بکنید، خوشحال میشیم. تلفنی تلفن کنید، مدام خوشحال میشیم. امیدوارم هفته آینده هفته خوبی برای همه باشه و من از شما دوستان و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم و به امید صحبت آینده. بله دوستان، برنامه رو کم کم به خاتمه میرسونیم. امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید. سه‌شنبه هم در رای دادن و تلفن به کنگره حتما یادتون نره. در وبسایت هم گفتگو تیوی لینکاش هست، لینک ایران نیو ایران پالیسی هست و که در اونجا در مورد کمپین صحبت میکنه. هفته خوبی داشته باشید.